سلام دوستان گل، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب خودتون. بالاتوبل هستم با همراه هومن جان. اومدیم با یک موسیقی بسیار جذاب، یک موزیک ویدیوی بسیار به یاد ماندنی از حفیظ وصال و وجیه رستگار. بریم این موزیک رو ریاکشن کنیم به اسم به پیش مقدمتون. بریم موزیک رو با هم دیگه ببینیم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگر نظر خاصی یا ایده خاصی برای ویدیو دارین توی کامنت ها برامون بنویسین. بی معطلی بریم ببینیم. اوه، رباب و گیتار و الکتریک و همه با همه. اصلا آره، گیتار الکتریک و ارگ و گیتار عادی اولین بار اینا رو دارم با هم میبینم توی یه صحنه، توی یه جا. با پیش مقدم تو بخوانم گل بریزم، تو را میخواهم اما نمیفهمی عزیزم، تو را میخواهم اما نمیفهمی عزیزم. خانم وجیه مثل اونه یه دونه گوش کرده بودیم پریسا مرسل بود با اون آقاه که شبیه منه، اسمش یادم نمیاد، آره. مکالمه ای بود ام، تو اون سبکه. به خودت یه فشار یه نیار، یه تو هم چیز اسمش یادت نمیاد. بگو چیز میخوای نه، بگی یه بگو. چیز جالب خیلی. تو این یه دونه موزیک ویدیو آلات موسیقی رو میبینی که جدیدن و کمتر دیده میشه. مثلا درام، گیتار تا حالا ما اینا رو اصلا ندیده بودیم داخل موسیقی افغانستان. جالب بود برام. صداش ولی تو آهنگ نمیاد، نمیزنن. بذار حالا بری جلوتر. تو را میخواهم اما نمیفهمی عزیزم. این میگه من تو رو میخوام دوستم، میگه تو خودت یار داری، با من چی کار داری؟ عین یه مکالمه دو نفره. خیلی نمیدونم، جالبه برام. موسیقیش قشنگه. آجی صدای ارگ چه زیاده. تیزه. چقدر لباس ها همه فرم بودن و یه دست و اجرای رسمی جایی بوده. حالا میدونی احتمالا تو اجرای کابل. آره، مثلا کاوارهای قدیم و اینا رو یادته اجرا میکردن، خواننده‌ها میرفتن اونجا میخوندن. خیلی شبیه اونه. اکثرشون توی اون بچه تو کامنت ها می نویسن هتل اینترکانتیننتال خواننده هایی که مطرح بودن و اینا اونجا اجرا میذاشتن اکثرا. احمد ظاهر هم اجرا داشته اونجا اگه اشتباه نکنم. زنم عقب یکم. صدا رو با یادگار تو همان حلقه زرد طلا هنوز به نزد من است، شاهد خاطره ها هنوز به نزد من است، شاهد خاطره
ای یاد ترکه طلا گفت، ترکه میشه ترکه گفت یا نه؟ ترکه میشه چوب. خب میگه یادگاری ترکه طلا بهم داده بودی، به دست زرگر شهر دادم. اینجا شاید گردنبندی، نمیدونم، انگشتری چیزیه، دستبندی مثلا. باید آویزی. آره با دست زرگر شهر طلا دادم، با دست زرگر شهر طلا دادم که بشاند برایش زلخت دل میگیره که باشد ای عزیزم تو را با من یقینه. درش که نمیره توضیح بده که تو چرا دنبال یکی دیگه وقتی یار داری، اصلا چرا به این موضوع اشاره نمیشه تو آهنگ؟ همش دنبال اینو بفهمم چرا اینو داده به زرگر اصلا که مثلا یارشو فراموش کنه؟ خیلی آهنگ تا اینجا یک نواخت بود، هیجانم توش نبود، خیلی یک نواخت داره. اون خانم مرسل رو گوش کردیم، خیلی باحال بود، هیجان داشت. بریم چند تا کامنت بخونیم ادامه‌شم. میریم با اولین کامنتمون از آقای حمید حراقی. گفته سلام به شما دو عزیز دل، هومنجان و کیانجان، فرید رستگار و فرید رستگار و وجیه رستگار و شوهر، زن و شوهر هستند که فعلا در آلمان زندگی میکنن و آهنگهای آنها مال دهه 60 است. فامیلیشون چجوری یکیه؟ جفتشون رستگارن که دیگه احتمالاً فامیلی آقا رو گذاشتن رو خانومه یا فامیل خانومه گذاشتن رو پسرم و آقا. دخترمو شاید امکانش هست، ولی خب قدیم این بوده که مرد ازدواج میکرده بازم فامیلش رو میگرفته، شاید به اون نشانی هم میذارن که مال اجراش مال زمان دهه 60 بوده که تو کابل اجرا میشده. FNK 9519 گفته سلام عزیزان، این آهنگ دهه 60 است مگر پوره نبود؟ موفق باشین همزبانان گلم. خیلی ممنون عزیزم، دست گل در نکنه. محمد دلامجان گفته نه، این آهنگ در داخل خود افغانستان است، تقریبا 35 سال پیش خوانده شده، در زمان ریاست جمهوری دکتر صاحب نجیب الله بوده است. دست شما در نکنه، خیلی قدیمیه، خیلی. بواب پاپا 5619 گفته این آهنگ زیبا 40 سال پیش در کابل اجرا شده است. دیدی همش داریم عقب‌تر میریم. اول 20 سال بود. آره خیلی دیگه بچه 40 سال پیش من نبودم. علی سیدی گفته سلام داداش عزیزم، ممنون از زحماتتون. یوزر V5FG گفته در دقیقه 1:40 This is in Kabul around 1988. میگه این کابل تو سال 1988. و آخرین کامنتمون که نفیسه خانم نوشتن، گفته سلام هومن جان و کیان جان، بله آهنگ از دهه 60 است و در کابل ثبت و اجرا شده. آهنگ دیگر از وجیه جان و فرید رستگار هست که اسمش یار یک سرباز است لیلا، خیلی جالب و شنیده است، خواهشاً ریاکشن بروین. شانت برایش زلخت دل میگیره که باشد ای عزیزم تو را با من یقینه. اونقدر قدیمی نیست. نه این واقعا قدیمی نیست، شاید مثلا 20 سال اینا. رباب بزن دیگه، 1 ساعت منتظریم. حالا نکن
این دل دیده هر شب خواب تو رو. کشته شدیم تو هم کشته باور شدی. ندارم نه تو زنده. نه من آها هستم. خودم آره رو بکش. میگه باور ندارم حرفای صاب تو را یا زاب تو را. نه اصلا. حد و حساب تو رو. شایدم حرف حساب تو رو میگه دلم خواب تو دیده ولی حرف تو باور ندارم، یه همچین چیزی بهت فکر میکنم شب و خواب تو میبینم ولی باورت ندارم. دروغ میگن دروغ میگن دروغ میگن. بابا مثلا تو روابط اینجوریه، یکی بخواد خودشو ثابت کنه که نمیتونی بگی دروغ میگن، باید با عملت ثابت کنی دیگه. میگه همه میگن تو عجبا پیمان داری شکنی، داره گل من. در جواب میگه دروغ میگن. خب اون که باور نمیکنه، تو باید در عمل ثابت کنی. مثلا میگن طرف خیانتکاره، من بیام بگم دروغ میگن. خب من باید خودم وفادار باشم که بدون من وفادارم. آره میدونی؟ میگن دروغ میگن دروغ میگن. دروغ میگن دروغ میگن دروغ میگن. تو را میخواهم از دل، تو را میخواهم از جان. باور مکن عزیزم با گفته حسودان. با پیش مقدم تو بخوانم گل بریزم. اینه اسمش، میگه به پیش مقدم تو بخوانم گل بریزم. به پیش مقدم یعنی به پای قدم هات، مثلا جلوی پات گل بریزم و بخوانم. بخوانم گل این موسیقیش خیلی خطی بود هومن، میدونی خیلی یک اینا نواخت مثلا بود اصلا. یه آره خط داستان محوری رو داشت توضیح میداد، اینا هم مکالمه ای صحبت میکردن، نه اوجی داشت نه نه فرودی داشت، هیجانی یه داشت خط هیچ. مستقیم. آره اینجا آخرش هم رسید. تو را میخواهم اما نمیفهمی عزیزم. تو را میخواهم اما نمیفهمی. ما نظرمون رو گفتیم، شما مگر آهنگو دوست داشتین یا دوست پیشنهادی داشتین دارین؟ نظراتتون رو بگین. کامنت خاصی دارین میتونید برامون بنویسید. مخلصم. با تشکر از شما گل خودم که تا اینجا با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی ماچ به کلتون. خداحافظ همگی.